سلام دوستان، به کانال فصل آموزش خوش اومدید. من رامین هستم و امروز خواهیم سراغ قول آخر هوش مصنوعی ویدیو یعنی کلینگ ای آی و اینکه خب اصلا غیر قابل مقایسه با ویو هستش و حتی با سورا. این هوش مصنوعی یکی از لاکچری ترین و گرونترین هوش مصنوعی ویدیو است که تازگی‌ها مثلا اینکه یه ذره یه حرکتی زده که ما بتونیم ازش رایگان استفاده کنیم. البته کلا 4 تا ویدیو با هر اکانت، اما خیلی جذاب. بزن بریم. فقط قبل اینکه ویدیو شروع کنم میخوام بهتون بگم که حتما توی ساعاتی این کار انجام بدید که خلوت‌تره، مثلا 1 شب 2 شب، چون اینکه وقتی توی ساعاتی انجام بدید که شلوغ‌تره مثل الان مثلا 7 بعد از ظهر، ممکنه ویدیوتون خیلی بیشتر طول بکشه و پیشنهاد میکنم اگر مثلا میخواید این کار انجام بدید و حالا ساعت 6 میخواید این کار انجام بدید، 6 بذارید ویدیوتون جنریت بشه، بعد برید حالا فردا بیاد ببینید که چه خبر شده. نه اونقدر طول نمیکشه، اما خب بهتره که دیر وقت این کار انجام بدید. شما هر بار که وارد سایت میشی به شما 166 تا کردیت میده و بابت هر یه ویدیو 40 تا کردیت کم میکنه که نسبتا خوبه، بد نیست. البته بد نیست منظورم اینه که برای این هوش مصنوعی ویدیو خیلی خفن بد نیست. شما وقتی وارد سایت میشید خب قطعا ثبت نام میکنید و با همچین محیطی روبرو میشید که حالا عکس و ویدیو گذاشتن. میاد اینجا بر روی این گزینه کلیک میکنید. اگه برید داخل ویدیو اینجا خیلی اذیتتون میکنه، این اصلا براتون جنریت نمیکنه، چون اینکه این قسمت حتما باید اشتراک رو خریده باشید. اما توی این قسمت که زده کلینگ 01 یا بعضی میگن O1 یا O1، اینجا برای شما به صورت رایگان جنریت میکنه، اما گفتم رایگانش بعد ساعت‌های خلوت این کار انجام بدید. نکنید اینجا یه بخشی به اسم المنت که میتونید یه سری در واقع حالا یه سری رفرنس بدید و باهاش ویدیو جنریت کنید و حتی المنت خودش یه سری کاراکتر و حالا یه سری چیز داره که میتونید بدید که وارد ویدیوتون بشه. یعنی چند تا مثلا یه لباس میدی، یه مثلا اسلحه میدی، اینا رو به هم داره ترکیب میکنه و باهاشون یه ویدیو بهتون تحویل میده. پس این کار المنتس. ترانسفورمیشن این کارو میکنه که ویدیوتون رو تبدیل میکنه، یعنی ری استایل میکنه به یه ویدیوی دیگه. ویدیو رفرنس هم از ویدیوتون الهام میگیره و یه ویدیو جدید تولید میکنه. فریمز که یکی از بهترین کاریه که یعنی بهترین کاری که میتونی هوش مصنوعی انجام بده این فریمز هستش که استارت و اند فریم رو خیلی عالی انجام میده و من با ویو کار کردم. استارت اند فریمش واقعا نسبت به این شاید بگیم 1% میتونه موفق بشه و الان میخوایم بریم یه دونه نمونه بهتون نشون بدم که چه جوریه. اینم گذاشتم که جنریت کنه، جنریت کرد براتون توی کانال تلگرام قرار میدم، ولی خب عکسش هم اینجوریه که اولین فریم یه بچه است که آب نبات دستش داره راه میره توی یه دونه فکتوری و بعد باید برگرده پشتش، یعنی دوربین به سمت پشت و نشون بده که حالا وارد یه دری میشه که حالا بعد پشت اون در حالا بعد یه دونه در واقع دریایی از آب نبات باشه که حالا ما تا به اونجا برسیم خود طول بکشه. پرامپتی هم که بهش دادم اینه که تیک ایمیج که اینجا میتونید عکستون هم تگ کنید. مثلا اینجا اگه یه عکس آپلود کنید اینجا اد ساین رو بزنید ایمیج رو تگ میکنه. مثلا استارت فریم این باشه و اند فریم هم این باشه، دیگه خودش میفهمه بعد چیکار کنه. خیلی عالیه. بریم تو اون یکی اکانت هم که بهتون نشون بدم چیا درست کردیم. قبل اینکه وارد اون یکی اکانت هم بشم نکنید با اکانت جدید وقتی وارد میشین اینجا به شما بعد 166 تا کردیت بده و بعد بیاید داخل این گزینه و اینجا جنریت کنید. حواستون باشه اگه به شما 166 تا کردیت نداد یعنی قبلا وارد این سایت شدید و با یه جیمیل دیگه وارد بشید. خیلی خوب، من وارد سایت شدم و همونطور که میبینید اینجا من در واقع برداشتم و چند تا ویدیو جنریت کردم. خب نکنید اینجا استارت فریم من این عکس بوده که یه عکس حالا مربوط به بازی کال اف دیوتی زامبیه و آخرش این بوده که خودمم و ببینید که اینو چیکارش کرده. حالا میدونم که این ویدیو ممکنه که زیاد جالب نباشه، یعنی حالا بالاخره نکنه مثلا من اینجا اولش اینجوری هم بعد میاد و زوم اوت میکنه و اینجوری میام. خب اوکی این اصلا منطقی نیست. اما اینو سراغ ویدیو بعدی، این ویدیو بعدی رو ببینید واقعا خیلی جالبه. نکنه استارت فریم اینه که من اصلا از یه ویدیو برداشتم و اند فریم اینه که داخل بازی بودم و داخل بازی بودم یه اسکرین شات گرفتم. نکنه اینجا کاراکتر داره میدوه سمت یه جایی و بعد اینجوری اسلحه میگیره دستش و خیلی جالبه. اینه خیلی معنی دقیقا مثل کاتسین خود گیم شده و این حرکت رو تونسته خیلی عالی انجام بده و چه کیفیتی خروجی داده، یعنی کیفیتی که خروجی داده بی‌نظیره. یه دونه دیگه هم ویدیو ساختم حالا برای دوستم همینجوری برای تست درست کردم که اولین فریمش اینه که در واقع دو نفر دارن با هم دیگه مبارزه میکنن، آخرین فریمش اینه که تامنیلشه، این تامنیل ویدیوشه و ببینید اینجا حالا من هیچ پرامپتی بهش ندادم و چیز جالبی باز درست کردم. کیفیتی که درست کرده بی‌نظیره به نظرم و خب اینجا من فقط بهش گفتم که یه اسموت ترانزیشن درست کنم، یعنی میتونستم پرامپت بهتری بهش بدم اما متاسفانه ندادم دیگه. حالا داشتیم تست می‌کردیم. ببینید من الان اینجا دارم میبینم حجم
حجم ویدیو که من داده 12 مگابایته و اینکه خب نسبت به ویو خیلی بالاتره، حتی نسبت به سوره هم خیلی بالاتره حجمش و رزولوشنی که داده شاید باورتون نشه فول اچ دی هستش، یعنی 1920 در 1080 و هوش مصنوعیایی مثل ویو و سورا نمیتونن یه همچین خروجی به شما بدن، اگرم بخوام بدن آپ اسکیل شده میدن، اما این هوش مصنوعی خودش به صورت این رزولوشن جنریت میکنه و واقعا بی‌نظیره، واقعا بی‌نظیره. از کیفیت بهتون میگم بی‌نظیره، اما از نظر پولم بی‌نظیر ازتون پول میگیره. این سایت یه سری قابلیتی دیگه هم داره که بخوام بهتون بگم. یکی بخش ساخت عکسشه که خودمون میدونیم بهترین ساخت عکس چیه دیگه، یعنی نانو باناناه. ولی خب اینجا حالا یه دونه ایمیج هم داره که میتونید استفاده کنید. اینجا ویدیو جنریشنه که بهتون گفتم این قسمتش پولیه ولی خب خیلی کار درست انجام میده. این بخش هم براتون از روی ویدیوتون صدا درست میکنه که اگه مثلا این ویدیو ساخته که صدا نداره میتونید بیاید اینجا بس صداشو ایجاد کنید. حتی اینجا هم میتونید گزینه کلیک کنید که روش صدا بذاره. و اینکه اینجا بخش افکته که حالا میتونید برای خانواده یا کسی یه افکت جذاب درست کنید. حالا به درد کار نمیخوره این داستان و خب خیلی یه چیز فانتزیه. اینجا میتونید یه مدل برای خودتون درست کنید و حالا بهش حالا آبجکت یا لباس یا هر چیز دیگه ای بدید و جنریت کنید. اینجا میتونید آواتار خودتون رو درست کنید، یعنی یکی که صحبت کنه براتون، حالا میتونه حتی گربه هم باشه و به درد پست‌های اینستاگرام و ویدیوی شورتس میخوره بیشتر. و اینکه اینجا هم خب ویدیوهایی که اینجا تو این سایت ساختید و براتون گسترش میده و میتونید باش این کارو انجام بدید. یه بخش دیگه هم داریم که اسمارت کانواس هست. این بخش هم دقیقاً مثل سایت فلویت هستش، یعنی شما میتونید توی محیطی وردارید و عکس یا ویدیو جنریت کنید، اما متاسفانه نانو باناناش پولیه. و خب پیشنهادی که خودم دارم برای نانو بانانا اینه که بیاد داخل سایت فلویت که لینک اختصاصی هم گذاشتم برامون، یعنی شما میتونید از طریق لینکی که توی توضیحات ویدیو گذاشتم که آخرش پس آموزش داره وارد این سایت بشی و 3000 تا کردیت دریافت کنید و با نانو بانانا 3000 تا عکس جنریت کنید. و همونطور که می‌بینید من باشم همینجوری جنریت می‌کنم، عکسای خیلی جالبی هم دارم جنریت می‌کنم، خیلی هم مرتبه. یعنی من اولش اینجا شروع کردم بهش عکس کاراکتر رو دادم، حالا اینجا زیر شاخه درست کردم، این مثلا بهترین عکس بود، دوباره برداشتم و زیر شاخه این عکس رو درست کردم و شد این. و همونطور که می‌بینید کیفیت خیلی خوبی هم داره. و خب یه مدت این سایت اینجوری بود که سرعتش اومده بود پایین، ولی الان دوباره درست شد و واقعا کیفیت خارق‌العاده‌ای داره. حتما برید و این سایت رو تست کنید. این هم همون بخش کلینگ ایش هست که گفتم این متاسفانه نانو باناناش پولیه و خب وقتی فلوید است چه بریم سراغ نانو بانانای پولی نمیدونم. این ویدیو خیلی کوتاه بود میدونم، اما فقط خواستم بهتون بگم که بهترین هوش مصنوعی ویدیو در حال حاضر چیه، از نظر اینکه شما بخواید یه فوتیج سینمایی یا یه فوتیجی درست کنید که واقعا بی‌نظیر باشه. کلینگ ای بهترین قابلیت رو داره و اینکه گفتم استارت و اند فریمش خیلی عالیه، حتما از اون استفاده کنید. همینجوری شما اگه استارت اند درست کنید میتونید یه ویدیو سینماتیک با کیفیت درست کنید، واقعا بی‌نظیره. گفتم من با ویو سئو کم کار کردم، با سورا هم کار کردم، ولی این هوش مصنوعی چیزیه که به شما خروجی میده که واقعا به دلتون میشینه و به نظر من کاش خود ارزونتر بود، اما متاسفانه نیستش. و خب میتونید الان با هر جیمیل برید و استفاده کنید، کلا 40 تا کردیت کم میکنه بابت هر ویدیو و 166 تا بهتون کردیت میده. توی ساعتی استفاده کنید که کمتر کسی ازش استفاده میکنه، مثلا یک شب دو شب، تا اینکه بتونید جنریت های خوبی داشته باشید. در تو وی پی ان هم بهتون گفتم توی تلگرام گذاشتم که چه وی پی ان استفاده کنید برای سایت مختلف. یکی هم گفته بودش که چرا گراک برای من جنریت نمیکنه، من وقتی وی پی ان بیاد داخل تلگرام و وی پی ان رو ببینید، رایگانم هست، من وی پی ان نمیفروشم. مرسی از اینکه ویدیو دیدید، امیدوارم ویدیو به دست خود باشه و تا ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا خداحافظ.